پدر با پسر گفت به قهر که تو آدم نشوی جان پدر. حیف آن عمر که ای بی سر و پا در ره تربیتت کردم صرف. دل فرزند از این حرف شکست، به خبر از پدرش کرد سفر. رنج بسیار کشید او پس از آن، زندگی گشت به کامش چو شکر. عاقبت شهرت و والایی یافت، حاکم شهر شد و صاحب نظر. چند روزی بگذشت پس از آن، امر فرمود به احضار پدر. پدر آمده از راه دراز، نزد حاکم شد و بشناخت پسر. پسر از غایت خودخواهی و کبر، نظر افکند به سر و پای پدر. گفتی که تو آدم نشوی، تو کنون حشمت و جایم را بنگر. پیر خندید و سرش داد تکان، گفت این نکته برون شد ز در. من نگفتم که تو حاکم نشوی، گفتم آدم نشوی جان پدر.